بریم به دستبند منجوق با مروارید درست کنیم. بچه ها من سیم اندازه دستمون رو اندازه گرفتم و با سنجاق قفلی نصب کردم اونجا، چون چیزی نداشتم برای نصبش. و مروارید رو میندازیم تو هر سیم، یکی این سمت یکی اون سمت. شش تا منجوق زرد میریزیم توی سیممون، یه دونه این سمت یه دونه اون سمت. بعد که سیما رو چیز کردیم، به سیم کردیم، از هفتمی به اشتراک میگیریم. این سمت سیممون، یه سمت دیگه هم 3 تا میریزیم. بعد از هفتمی به اشتراک میگیریم. همینطور تا آخر این ویدیو همین کار رو ادامه میدیم. بعد 4می میزیم و از این اشتراک میگیریم، از این سمت دستبندمون. ببینید اینجوری. من تا آخر اینو ضبط میکنم براتون نشون میدم حتما. خب ادامه گردنبندمون رو که میبینید همینجوری به ترتیب انداختم. اول 2 تا مروارید انداختم، بعد 6 تا این ور 6 تا اون ور. هفتمی رو به اشتراک گرفتم. همینجوری ادامه میدیم تا انتهای دستبندمون و آخر کارم باز من به شما